Wolf jako. wolfی باشه شاید از این ور wolf کنه باشه. در قول لالا. بله سلام علیکم. مونده نباشیم برا جان جلوی هستی. خیریت زنده باشیم برا. بزی سر کسی نمیشینه. خوشحال منم برا. سورتو. بله اینجا کسی نمیشینه. درم قلفه. همسایه 24 روز پیش برم. بله با کجا؟ من نمیفهم. نه ماما شما البته خیالم که نشاه خودی گولی خوردیم. نه لالا جون نشاه خودی گولی نخوردم. من میگم یه آدم همسایه ما بود یک 7 ماه میشد اینجا به شیشتنی آمده بود 4-5 روز میشه من به می چشما خود تیر شدم از اینجا بدیدم که کلاکشی داره باز تو غاله به من گپ میزنی گفتی چه کارتونه کی این آدم که میشیش اینجا ماما عبدالجبار خسار منه خسار تو بله چته خسار 5,30,000 خود تو فشکشه خود خسار خب به ارتباط نبودی تلفنی گپ نمیزنی شهره و تو خبر نداره که اینا بار کردن به تو نه برو نه به شما نگفتم کجا میری نه لالا ما خودی از این آدم نه سرکار داشتیم نه فقط همین تحت تیر میشه دندگرا خود میدیدیم سلام علیکم و علیکم بله ما باور کنیم این مدت اگه فهمیده باشین که همی آدم دختر نمزاددار داره همی آدم داماد داره همی آدم از کجا هست از کجا نیه چی رقمت چی خوب به تو که آدرس بدادن که به کجا و تو بچه رو به این جیه بدی و تو سرا جدید خود نگفتن کجا نه اشته نه چند روز میشه به خسور خود اینا زنگ ندادیم با خسور ما بران ما پلیشه و خود نزبت خود گپ زدون گفت اگه انا هر وقت که به منطقه میدی همال نیا 2 روز بعدی بیا خاطری که ما مثلا فرش ظرفا خود میشیریم فرشویی داریم ما چون مهمان داریم چی داریم من حال 10 روز بعد بیا ایشته زن تو بوده که به تو گفته تو همال نیا 10 روز بعد بیا که ما چون ما فرشویی داریم و چی داریم و داریم و فلان داریم خود تو که اونجا به زور مزاحمت نمیکردی میامدی خبر میگرفتی میرفتی این چی گپی یعنی یه گپی داره لالا اینجا ما چون برا نمیفهمم مدگه ها با من میته گفتن برا رمی نیلیلا همین نیلیلا کسا کنه کجا نمیشته یه نیلیلا لالا من نیلیلا آره برا لالا نیرولا نوشته نیلیلا که با خوره برا همین دیگه بسته که مرا خودی همی برار مگر داریم آره سلام علیکم مادرم باشیم برار ما برار بیامدیم مثلا خسور خمی ماما مرتکه که استاده همه میجیگا میگم خسور شما 5 و 4 روز میشه از این دیگه برفتن من نمیفهمم بابا ماما جان میگم با کجا رفتن بار کبر ازیدی میگم بار کبر ازیدی ما چون بابا غلف اندازه سون به گو مونه در سرای نه انتیکی برو زنده باشیم برا خداحافظ میام میگو بله گفت قضی بزن که چندی پیشکش دادی میگم 30 بالا چطه 30 بالا 35 هزار همه 5,30,000 پیشکش تو بودم خلاص کردی نه چندی بدادی به اول ابتدا و رد ما خب برار ما همه که فاتح نکردیم برار من گویدش یک گویدش خود یک گسالی گوی شیری برار ببردیم به 2 لک و 20 بفرختیم برارم 2 لک نه به تا پاکت کردین نمیشته کردین 2 لک بگیشیم پیش خسور من نمیخواه می آدم ها بله من یک چیزی به تو بگم می خسور توی تا به تعمیدی به می افشمایی که زندگی میکرد هیت یک رقم علپته چرکوچور هیت
گولکی اصلا به سیستم می مردم می دی نمیخوند زنده باشیم. رنگ از اون ما ندیشتی می بله یا راست میگین زنده باشین برادر من متادم چکچوریم برادر. نه تو شیرینک چکچور یعنی چی مثلا برادر؟ یعنی کلاوردار دوپه ایت چیزا آها نه ما دوپه نیم تو شیرین عقلی چکچور بله نی چکچور نیم من نه ایت مطمئن باش خوب هر دم پشت گوشا خوردیدی او دولاگریپر میبینی و نمزاد خور میبینی دلجم او که به تو گفته 10 روز اونا تا به می 10 روز خور به اصل جا جابجا کردم که از تو دلجم شدم رد دیگه که تو بیایی هم بعد پشت میشه هنمی تو قلفی به دم در زده اشتا برادر همیت دیگه تو خود تو تالی نفهمیدم این جریان من اصل ماجرا رو بفهمیدم که کلاه وردش نه تو اگه میفهمیدی ایت جو لگریپه کلاه ورد نمیدیش کاکا نه این برار چی میگه در سرای ناقلفه همسایه‌ام گفته ایت 4-5 روز میشه از اینجا برفته تو صبر بکن که من یک زنگ بزی بزنم منی بخورد بله سلام علیکم لالا عبدالجبار خوب امتیاریم بفرمایید خوبه خیریته شکر بشناختیم نه کیرید خب نورالله اون برار دومات شما کدوم نورالله نه نورالله برار دومات خور نمیشناسیم کدوم نورالله لالا عبدالجبار شماره شما هن اینجا ثبت کرده به تگوشی من به شما زنگ دادم اشته شما دوماده نداریم گیلدک برار ما دومات شما نیه ما برار اینو موقع چند دفعه ما به شما زنگ زدم برار جو اشتباه زنگ نزدم آخه شماره شما هن به تگوشی منه من چند دفعه به شما زنگ زده بودم حال شما میگیم اشتباه زنگ زدی عجیب گپیه لالا عبدالجبار شما شوخی میکنیم یا راستی میگیم صدا شما رو من میشناسم من خو غیر بر نقد کو زنگ نزدم برار خور بگردم آخه حال شما کجا هستین آقا تو با جبار چی کردن فکر کنیم ما جبارم من یا ما جبارم برو که برات کار خوب برو من این دختر خدا بری من دادم به 20 سال عروس کردم خدا برداری کردم این معنی وقت فرار کردم ایله کنن جبار برو خوب بسیاری جاستم برو برات کار خوب چه کار کردین چه ما داریم 5-6 بخیشی کردم جمع بیاد مردی غیبت دیگه ما پیدا کن نمیتونی با بیلا همین تا معلوم بشه که همین داستان به چه دین اومده که همین 5 سال پیش بیچاره همین تا نمزاددار شد زندگی رو ببرد در و در شد برابرت کار خو انال همین داستان هنه به سرما آمد با بیلا راست بود که آدمی که نمیشناختی هیچ وقت خودی و خیشی نکشته خود خورسدم من بدبخت روزگار کردم واخی برو بابا برات کار خوب برو تو خبر نداری که من دختر رو 5 نمزاددار کردم به هر جای یک لگ بستوندم تو حال می به سرم گپ مفزنی برو کاکا برات کار خوب تو لگه که تو بریم بدادی چی کجا میگیره برو بابا دیگه جا برو خود نمزاددار کو مگر بزی منطقه اسم خورم تبدیل کنم اعتبار به زینانیه یک دام سراغ برات جبار بگردم که به تعدیا بگم به این منطقه جبار بشیشتنی آماده نمیشناسیم مردم هم که اسم مر بفهمم جامر برای بلد میدم از این بعد به این منطقه اسم من چیه؟ قوس الدین لالا قوس الدین از این بعد اسم من قوس الدینه گیپا گشتنی خوبه سلامته جانجا رو تیار هستی آشکو براتون خسول ما بجسته چی؟ خسول ما چه کار شده؟ سرا خو بجسته از سراغ خصوص تو بجسته آه و کجا جسته؟ براتون مقاله اینا
آه مرتکه که گفتک برو در سران غلف زده بیدک غلف پیمانه اندازه کله تو بعد من تک تک کردم گفت تو شاید داخل سرا باشم تک تک کردم مرتکه که بی اومدک انا گفتک لالای 4-5 روز میشه از این دیگاه بیلی شده انا کجا برفته گفتک مچم من نمیفهمم انا بعد انا با برای خود زنگ زدم تو برای رمیته شده انا من بیام آدم مچم مرتکه مچم چه کار شده یعنی خسور تو بجسته آه اینه انیته شده پس خاک به کپی تو شده دیگه خاک به کپی ما شده آره مچم خاک به کپی من انیه اول گیلک به جامعه رفته بیده به میمونی نه برار 10 سال قلف مرتکه که بیام گفتم از این دیگه بار کردم برفتم خیرت پرتا خونه هم جمع کردم برفتم آماره خوبه دیگه پس مبارک باشه زنده بشی خداحافظ گیپک گیلا چندی پیشکش داری 30 بالا 30 بالا یعنی چی؟ یعنی 30 بالا 5 لک و 30,000 یعنی هم خلاص کردی؟ نه 2 لک بک داشتم سر فاتح یاره دیگه آه کسی شما خیلی کده آه برفتم لالا بله من به خسور تو زنگ زدم چه گو؟ هیچی گفتک بیا که صبح جواب عروسی به تو بدم نه بابا که پولا دگر گفت کی بدیم ما سادی بیاقل این کار بچه دین اومد شد که 5 سال پیش شده بود در به در شدم زندگی من خراب شد چرا؟ پاک پول مولی که دادم برای پاک وردش برات کار خواه که جریان بچه دین اومد خبر نداری تو نه ها من چی میفهم؟ چی نه ها یا نه خبر داری یا نداری خب چی؟ همین تا نکد برای بچه خانمزاددار کد مرتکب جس پولای راوردش برات کار خواه انال می داستان به سر پیاده شو خسر ما بجسته پس نه اینجا به پیش رو منه جواب تلفن مرا مطلع نداد گم تو نمیشناسم شما زنگ زدیم برای او پس من به تو دروغ میگم زنگ زدیم برای چی گفتیم برای چی گفتک برای شما گفتک چه کار شه برار ساده خور بگرد و ما زودم با تو شلغم ریزه میکنم خب من که به تو بگفتم به من گفتک بابا جان گفتک من دختر خوب به 4-5 جادگم نمزاددار کردم حال که من براتم اگر مردی بیامر پیدا کن سکو برار جو اگه میشه که به سرا رفتی این گپ برای نانه نگی که نانه تشویش میکنه خدا نکده یک دم سکته میکنه یک جنجال کلونت به ما دیار میشه و اگه ننه میگو چرا تی بیامنی شدی آخی خو گپی نیه بگو براتون بدم سران و میمون خیلی دیشتم با ما گفتم ما میمون داریم من نرفتم به سران حالی بیامدم به سرا خو من میرم به گشتگرد میشم بلکه از یادی باری پیدا کنم لالا دیگه زن من نمیشه دیگه او زن من نیه من بدیو میگم چی بگم به تو من به تو میگم امروز جمعیت تو میگی شنبه خو من به تو رای نشون میدم برو به سرا برو گیلک نگی برار خوب بگردم من نه چی نه. من میرم به تا غلا میرم من مال میام زن ما چه کار میشه باز به تو میگم که زن چه کار میشه برو